ҳавои пойтахт моро дар устуворӣ месанҷад. На танҳо ҳавои берун гарм аст, балки дар мавҷи мо таронаи гарми нави гурӯҳи Минарет таҳти номи ғаниматем. Вақт ғанимат аст, мо ғаниматем. Ин далел гуфтаҳои болост ва ин тарона суханони моро тасдиқ мекунад. гӯш мекунем. мо ҳам ғаниматем, биё азизи ман биё. мо ҳам ғаниматем, биё сери чаман биё. қадри ҷони дилбари. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Imroz kami der karded-ku? Ba sari manzil rafta budam. Az murdaho ham xabar giring. Bale. Man ham ba sari manzili modaram raftayam. Ammo fursat neст. Fursat yoftan дар куҷо. Охир онҳо ҳам муҳтоҷи дуои моянд. Bale. Ягон чизи нав ҳаст? Bale. Инҷо китоби нав аст. нависандааш ҷавон аст ва касони хондагӣ хеле таърифам карданд. Бисёр на. Мехонед? ҳатман. Teşekkür ederim. Bey cevapçıyla olmadan ne? Cevapçıyla olmadan ne? рафиқ майор, як хабари нохуш. Фарзандтон наметавонад ки соҳиби фарзанд гардад. Чӣ кард? Гап занед, духтур. Фарзандтон наметавонад ба зан хамхобагӣ кунад ва наметавонад дар оянда соҳиби фарзанд гардад. чӣ хел? Ягон кор кунед, илтимос. Ягон роҳаш бояд бошад охир. чизе ки аз дастомон омод кардем, лекин сад афсӯс нашуд. Ба писарамон гуфтед ин гапро? Не, ин гапро шумо худотон бояд ба ӯ гӯед. писари шумо метавонад дигар ҳама корҳоро анҷом диҳад, лекин танассули мардонаш маъюб гардидааст. аз шумо як илтимос. барои протокол метавонед ба ман гӯед ки чӣ ҳодиса рӯй дод ки ин нохушӣ ба вуҷуд омад. охир чӣ шуд? гап зан. ҳамхизматаш нохост ба ҳафт омад бо ҳолоти
توسط پسرمان تیرخوری کرده است. من وی را به حبس میگیرم. من یگانه تهمت میکنم که در آن راه تمام جواب دادند. رو افتاده نباش دوستم، همش خوب می شود. تو درباره نیک وویچیچ شنیدگی هستی؟ وی مشهورترین معیوب دنیا است. در سمینارها با سخنرانی های خود دقت میلیون ها نفر را جلب نموده است. توصیه بهترین او هیچ وقت مغلوب نباش دوستم. دوستان التماس درباره نیک وویچیچ کمی باشد خواند. سلام علیکم. یک چای قبول. رحمت. دلم صدا دارد، دلم دوا دارد، دلم از دست یار جبر و جفا دارد. دلم صدا دارد، دلم دوا دارد، دلم از دست یار جبر و جفا دارد. بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی. بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی. السلام خواهر جان. علیکم پرویز جان، بیا. شما نرس هستید؟ خوب هستید؟ میشد خوبم. سلیم در کجاست؟ سلیم در اتاقش خوب است.
همین روزها بسیار غم میخورد، از خانه نمیبراید. بچه‌م اگر همون سالم جان رو با یگون جا گرفته میبرآورده بسیار از غمش دور میشد، خوب میشد. مایلش خواهر جان بسیار خوب میکرم مایلش. سالیم؟ سالیم؟ پرویز هیچ کار کردی؟ خوابی داری خونه رنگی وامپیرو؟ دوستم خیلی یک هوای تازه گیریم. والله ایسا بد نبرایم. گوش کن، رفیقم طاهر از روسیه آمده است. بچه ها التماس کردن که تو رو حتما همراه هم برم. جورا من بگوین احوالم با کجا میروم؟ پاچه غم میدیم، من نمیتوانم. تو همراهی من میروی، 5 دقیقه میشینیم و بعد میخیزیم. من میفهمم ای خیزی خیزی. خی میرویم بعد تیز برمیگردیم باشم. البته دوستم البته. دوستان سلام آمده. علیکم. سلام. سلام. خوب هستی؟ خیر خیر. خوب تینج خیر. گوش کن من دیلی عروسکی پیشی پیش رو میروم با طاهر شرط کردم گفت دیلی سیتورا رو یفته نمیتونم دیلش رو یفتم شرط رو بایدم. شرط چی بود؟ شرط انا همه 6 تا نگاه بود. کدوم سیتورا؟ همسایه‌مون چی؟ حاضر باشد و از من امیدوار است. من باید از وی خودم رو کنم. چخی؟ تو رو دوست میداشت بود؟ من دوست میدارم. پدر و مادرم ناراضی هم. سالیم رحمت برای مدنم. هیچ گپ نه. با تو چی رزم دوستم؟ رحمت من نشاکی سپیتی نمیاشم. همین رو پروندگی هم. سالیم من یک چیز رو نمیفهمم. چی خیلی مرد میتواند که بیزن زندگی کنه؟ من با جای تو مجده مردنم بیم. شعر لازم نیست خیلی گپ. این خیلی مرد رو زن مرد بگه نه؟ گپ زن! مرده گپ بزنه! گپ زن! مرد گپ بزنه! مرد باشی گپ زن! سلیم به او مرده! شیخ برو. لازم نبود همین کار. این رو از اینجا! مرد بزن! سالیم سالیم به سالیم سالیم آروم شو دوستم آروم شو. سالیم مگر پای باید اهمیت ندید. او نوشیدگی است. باوری دارم پگاه اومده از خودت بود بخشی میکرسد. دوستم زیغ نشم. چی؟ سالیم؟ سالیم؟ پرویز ای خیزه؟ ای خوب سر نکردی مگر؟ زنگ زدم نمی برداری تلفن رو؟ خانه داشتم. اینجا هست مگر؟ من با یک خبر به نزد تو آمدم. من چیپته گرفتم. دوستم من
به روسیه رفته سویا. چی اینقدر ناگهان؟ سببش یک کاری خوبی افتاد. خیر دوستم، بخیر باشد. رحمت. خودت چی خیال هستی؟ سلامتیت خوب است؟ خوب. شنیدی خبرهای نو درباره شیر؟ چی خبر؟ او را حبس کردند. حبس؟ بله، برای چی؟ با سفیدی دستگیر کرده شد. سرت برای کارا ما جواب میدی. جواب میدی اما میگی بر سرت. ناگهان من هیچ فکر نمیکردم. منم همین روز شنیدم. خیر دوستم، من سر و سیمه میروم. ما در تماس میباشیم البته. و به تو پروازی بخبر. من اون وقت درباره تو فکر میکنم و یوریهای تو رو از یادم هیچ وقت نمیبرم. تشکر. خیلی تو رو گسل میکنم باشم. خوب میشود. رفتم. صبح بخیر. بابا جون سلام. و من ورزشی میروم. با دل گفتم چرا نالانی ای دل، چرا نالان و سرگردانی ای دل. با دل گفتم چرا نالانی ای دل، چرا نالان و سرگردانی ای دل، ای دل، ای دل، ای دل، ای دل. اگر آدم از این بلندی افتاد نمیمیرد، برای تمام حیات معیوب میماند. تو کیستی؟ خدا به اون انسان رو امانت داده است. باید این رو زیبا برگردد. نزدیک نشم، آفتاب رو بفهم تویم. یک دقیقه گفتم رو گوش نه، دیگه تو با من کنگار نشم. حرفت رو پاک. برای چی نمیمانی؟ از این حیات دیگه مردنم بهتره. آخی فهمون چی شد؟
برای یک بچه دروغ کرد با من خونه دور می شود گفت امیله دور کرد من پرتم چه رو میگویی؟ با جان آدم باور کرده خیلی گپ نه تو را اکنون باید پدر و مادرت فهمم هم بیکستم خالام کلانم کرد تا بعدش شنیدم این واقعه برو شرمنده و روز خونه پیش کرد این از کجا پیدا شد؟ این از کجا پیدا شد؟ چی؟ این از تو؟ من شعر رو دوست میدارم خواهر جان و همه رو دوست میدارم و به من وعده داد که من رو بزنی میگیرم من به جای خدا رحمتی مادر تو میشوم تو به نام و نمک من خیانت کردی من تو رو دیدن نمیخواهم سرای آدم شدی تو کسرت کفافه برادم شدم از این خانه فاحشه تو افران خونه شعر نرفتی؟ رفتم تا چه هم از من سرم کشیده شرمنده کرد مرا اکنون همه میدوند که چی شده است با خونه گناه هایم هم رفته نمیتوانم من باید خودم رو بکشم من هم مثل تو از حیات دلم خنک شده است مرا در قسمت حربی پروندن و یردو کردم من دیگر نه فرزنددار و نه زندار شده میتونم من تو رو به خونه‌ام میبرم در اونجا تبابک میکنی و بعد از اون خودت رو چیکار میکنی کردنگیر تو مورا شرمنده کردنی هستی این دختر یک فاحشه است اگر آباد میشد از خونه شون نمیراندن او را من با پدرت همش رو گفتم الکی پدر جان شما من هم فهمید دختر با من همچنین چی گفت؟ من میخوام همون دختر رو به خونه‌مون بیارم چی؟ تو عقلت رو خورده ای در پیش دوست دشمن آبروی ما رو به زمین ریختنی رو دفع کنی فلاکت رو از نزد در من اگر همینجا باشم او هم میستد در این خانه تنها گپی من قانون است من با گپ شما شده به همین احوال رسیدم ای نادم اگر او نیستد من هم نمیستم رو دفع شو این فاحشه هم رو گرفته رو دیگر امیدی برگشتن رو در این خانه نکن رو دفع شو حتی افتگی فلاکت نکردی دیگر برنگر آرام شوه رفته گوش کن برای من شده از اولاد روی نگردم من به تو وعده میدهم که خودم رو نمیکشم ولی من با تو وعده دادن نمیتوانم چرا؟
که من هم مثل تو خودم را کشتن نمیشم. تو عقل داری؟ تو برای من شده از اویلت روی میگردانی بعد. اگر من پدر و مادر می داشتم من این خیل نمی کردم. اویله همون است که تو رو فهمد و دستگیری کند. خیر اکنون به کجا می رویم؟ من جایی میابم. میبخشید شما با کدام صحیفه کتاب رسیدید؟ شما این کتاب رو خونده اید؟ حتی با صحیفه 60. صحیفه 60 این همون صحیفه ای که هم خدمت سلیم سروغای دیهای رو که در اونجا یک کمپیری بی پرستار زندگی میکرده هستند؟ بله همون صحیفه که اونها با اونجا رو مونند. اونها با اونجا میرسند؟ میرسند؟ باشه چی؟ بسیار نه. ببخشید شما ممکن؟ شومدتون بچه های شومدتون. رحمت اپا شما میدونید خونه خالوی در کجا است؟ شما با اون کس کی میشوید؟ هیچ کس نمیشم. اما سروغاش رو سطور و عبدالله داده بود که من اون کس رو خبر گیرم و نگاه بینشون کنم. عبدالله جان خول اون کس در خدمت هستند. خالبی اپا از عالم گذشتن. همسایه بالا گورچوب کردن. افسوس که دیر اومده. فهمو افسوس. شما میدونید از اینجا در این وقت تاکسی به شهر میشود یا نه؟ اکنون دیر شد. تاکسی نمیشود. خیلی چیکار میکنیم؟ میریم اونجا انتظار میشم ممکن یگان ماشین پیدا شه. میریم. نه استید بچه جانم. یک شب به خانه ما مهمان شوید پگاه سحری رحکی میشوید. رحمت خوبه جان. خیلی هم آوازی آرام داشته. بیشتر شما سرونده هستید که شومدتون. رحمت. شومدتون. گریت کنم. رحمت خوبه جان. رحمت خوبه. شد با شمایان. با یک مشکلی داریم. این کس اولم هستند فرزند دارد، یعنی فرزند ما است. پدر و مادر من و خیشتبار این ما رو رد کردن و از خانه نداریم، جا نداریم، به کس ماندیم بگیم میشود. به اینجا آمدیم که اپای خوابی رو بینیم و نگاه بینشون کنیم و با ما یک جا میتونیم یک خواستیم که همون دو طرف فایده آور شود. همونش میگذارد. همونش با طاقت کردن میگذارد. همونش. امیدوار هستم.
سلیم تو در اینجا چی دهی؟ برای چی خوب نکردی؟ من خوب ندارم. تو با من یک چیز رو گوی. برای چی ما به همینجا اومدیم؟ به ما لازم بود همینجا اومدم. من سببگار شدم که تو رو از عائله جدا کردم. من خودم را گناهکار حس میکنم. تو این گپ رو نگوی. استورا تو یک چیز رو نمیفهمی. تو نمیفهمی که مناسبت من و پدرم هیچ وقت خوب نبود. و وقتی که من از برای او شده به خدمت حربی حاضر شدم، یاردور گشتم و برگشتم به خونه آمدم، از حیات ناامید گشتم و دلخنک گشتم تا حتی در آن حال او به من مناسبت خوب نکرد. و وقتی که من تو رو دیدم و فهمیدم که تو حامله‌دار هستی، من از نو با امید گشتم. از نو به حیات دلم گرم شد و خواستم که به فرزند تو آن چیزها را بدهم که به من پدرم داده نتوانست. تو اما وعده میدی که ما روی چکو ترک نمیکنی؟ نه، هیچگاه ترک نمیکنم. تو مثل فرشته ای. خالت در کجا باشن؟ نمیدونم، اینجا خیلی خنک میشده سحریم. سلام علیکم. و علیکم السلام. نظم شما. السلام علیکم. و علیکم السلام. شما نظم سلام. من این کس رئیس محله دهمون میشه. درباره شما خیلی نقل ها کردن. بله خیلی همه چه گپ زد. شما ای چیز تنقصی دارید؟ ما روز دیگه هم خیلی مشکل داریم که جو نداریم که باید کنیم. نه معقول اینجا یک جوده خانه داریم. تا شما معقول میشه یا نه وقتا نمیبینید اگر معقول باشه مرحمت. خدمت خیلی هم بزرگ میشد برای ما. مرحمت. اوه نه این پایان قشلوق ده. یکی جوی ساده. جوی ساده. سلیم چرا دروغ گفت؟ چون که دروغ او برای ملا نسبت به واقع اصلی باوری نقطه است. یعنی چطور؟ چون که ملا حقیقت را درک کرده نمیتواند. من بچم من همین خیلی جویه. اگر آباد کنی زندگی کده میشه با. فهمو. اگر یکون هنر داشته باشی، من اینجا در بچم کارخانه دارم. من مرحمت کار کن زندگی کن. رحمت کلام باشه. سلامت باشی. انا بعد دویم دخترم در تو گفت. این خیلی پوشاک قطع نبگرد. اینجا دیه. پوشاکی همین دیه چی خیلی میپوشم خیلی پوش. به نظر میگیرم. آدم باشد آباده میشد، زیباگی میشد. البته آباده میشود. شروع میشد، چوسگی من مرحمت چند که اگر یاردم در کار باشه برای همین آباد کده. من مرحمت محله یاردم میکنه. فهمو خیلی کوشش میکنیم که آباد کنیم همه جا اینجا تعمیر کنیم. چند قطر میتوانیم. سلامت باشید مرحمت. رحمت. به کجا رفت؟ با او چی شد؟ در کجاها خواب رفته گشته است؟ کی برگشته می آید؟ ای کارگار رشا باید خودش برگشته می آید. زندگی رو بازیچه فکر کرده است. و
نترس دخترم نترس. این کیست؟ یک دیوانه ای قشلاق. یکی یگان کس به زیانش نمیرسه. نترس کن. یگان چی جدی نیست؟ نه یگان گپ دیگر نه. ما چون که در اینجا نواسه نمیدونیم چی گپ است. همه رو نمیشونیم. نه همش خوبه. ما یادم با آمدن دارد این چورا آوردن دارد خانه خانه پوری کنی کنه بیا سری چمن بیا قدری جان دل بری بر وفا بود غنیمت بیا ای جان و تن بیا هستی منو صد شکری هستی ما هم غنیمته بیا ای جان و تن بیا صد شکری هستی منو. همسایه؟ همسایه نظم شما درست نی؟ رحمت با کجا؟ از خونه همسایه نو اومده از شهر اومدن رو خبر گرفته آمده استادم. مهمانه از شهر اومدگی را دیده خودتون سر کلاواتم رو گم کردید. میخواد نگید همسایه جان مهمان عطای خداست. من با آدمان بیگانه باوری ندارم. علی کرلال سر زند روزه از نظاری ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا کرلال سر زند روزه از نظاری ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا با کجا را؟ نورده اوزی پزد بعد میسیم مایلش؟ اونجا چیکار میکنم اکا؟ مردی کارو می‌بینی ماشین کلام حتی نمیتونی؟ میتونم بتونی خوبتر میشه آوز میریم پیش رئیس قطعی گردانمونی کار سر میره حضور رحمان بعد اونجا چند ساعت کار کردن در کار ماشه؟ ساعت چند تا چند؟ از ساعت 9 تا 5 اونجا گرم بوده خیلی نصیب حرکت میکنم نصیب شغل کاری نفت میکنم حرکت میکنم خدمت هم میگردونم Что такое ты такой замкнутый? Ни с кем не разговариваешь? Да, все нормально, я не разговорчив. Немножко общения ничего не изменит?
مایل خیال نیست با زنگ میزنم مایل سلام چی خدمت من هم چی فهمیدم آخرون قطوره همجا ساعت چند میگذاره که؟ بیا که جدول بینیم قطورای آخران همه روز ساعت های 9 میشد از دادر قطورای فردا باشه ساعتی 10 پگاه خیلی خوب من نفهمیدم بود من تو را نشناختم دادر جان من واسه گپ نام پشت آمدگی هنه که به همین دیگه همجا زدگی میکنم همسایه نه بود؟ همسایه نه من نشناختی؟ نشناسی؟ نه راست گپ نمیشناسم خیلی شناس نیست بودم همه همین محله من میشناسه کو؟ خیلی شناس میشیم نه نکنم همون کار باروی همین محله ایتای دست من میگذاره همش چیزی خدمت باشه دادر جون؟ بهترین حضور دارم خونه بیاد میشنم سا باشیم فهمیدی دادر جون؟ جای کاری من همونجا دارم چی خیلی خدمت باشه بیا من اول در خدمت مراجعه بگیرم حضور دارم خدا نگهدار سلیم من با شما چای آوردم تشکر چای بده دیروز من لباسهایتان را شستم از کیسهتان چپتای قطاره یافتم شما به کجای رفته بودید؟ بله من شب پدرمو در خوابم دیدم و به نزدش رفتم تنجی بود؟ من به کارخونه‌اش رفتم ولی او به من اهمیت نداد خیزیخ نشوید همش نفس میشم سلام دختری زیبا سلام نمیگی برای کلمش دور برایم خیلی راست روید رای کلم رو میکنیم شاید سوار بشوی نه رحمت نمیکنم بیا سوار شوی دختر نه رحمت رفته میخپیم بچه ها برگردید شما مگر دیوانه شده اید با جان خود بلا میکنید برگردید سلام علیکم چو کردی؟ کار انجام دادم که انجام دادی؟ خلوص کردی؟ یه دستیم برات بود؟ مخ شما ها با وقت بکن چای گیرید تشکر بعد چی شد؟ امروز خور در آمده بود تو ما رو فریب میکنی؟ با من بخوا همش رو گفت چی گفت؟ که
2 нафар ба ту ҳамла карданд. Tay. Салом. Ranga, ja, moshi. Man. Ta. Ranga, choli. ба заб одаме бовар кардӣ. Чизе нашудааст. Ту ба ҳамон бовар мекунӣ? Бахайр. Хесте? Рафтан дар кор ба кор. Да, Салим, такие дела. Салим, мне 50 лет, даже больше. И тебе сколько лет? Мне по 30. По 30. Ну, у тебя родственники есть? Да. Ну, как они там, все нормально? Да, пойдет. Ну, что ты делаешь-то в пустыне, Салим? Иди с родственником там. Где там матери, там отец, там, братья, сестры там. Я понимаю, есть вещи, которые я просто вам не могу рассказать. А вот у тебя в душе что такое, что-то у тебя скрыто там, или что-то там, что ты хочешь этого? Зачем вам это все? Ты должен для меня открыть свой этот душу. Есть истории, которые лучше не раскрыть. У тебя все, оказывается, у тебя внутри, у тебя. Понял? Да. Я просто не могу рассказать вам обо всем, что произошло. Вот. Но у меня сейчас появился смысл в этой жизни. Ну, Салим, смотри, не теряй смысл. Ты понял?
چی شد؟ وقتش آمد. من برم ماشین رو میبرم تو رو به بیمارخانه میبرم. همون چی لازم است؟ نه تز بیا التماس. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه میخواست فراسمایی؟ اونجا چطوره تولد کرده است؟ با من زود ماشین لازم است. ماشین لازم است؟ افسوس که ماشین باشم شهر بوده تو. چیکار کنم؟ گوش کده منه. همین تستوی قطاره بره همینجا مومین ماشین داره. زود همینجا بره. مومین. فهمم هزار رحمت. سلام علیکم آقا. خدمت برادر. من خدمت است آقا. زن تولد کرده است. خوش. یک ماشین در کار. ماشین ایلاج نداره دادر جون. میبخشی 3 روزه استاد ماشین. یگون که شما نمیدونید که نه مرده. نه نمیدونم. من نشه. ماشین نرفتم. همسایه هم نیست. چیکار میکنم؟ شنیده بودم که در دهه همسایه یک مامادوی هست. باید همانجا رویم. من رو ببرم. وقت نیست. دیر میشود. نباشه من تو رو ببرم. بچه جون تبریک چطور شده؟ رحمت کلام. رحمت خدا جان.
چه بینم مرسدسی فاسون اومد رسیدن نتونیم ناممونه بنی ناممونه دیدی چقدر پیدا بودش دست است؟ نمیدونم از شب روز خوب نرفتم. میگه که برگم بخور نشان که مایلش ممکن یکان جور درد داره. داروید السلام رحمت باش خدا جان. السلام علیکم. چه خشم این چی سبب باشد که بسیار گیره میکنه؟ نمیدونم فوجان از شب بوده گیره میکنن. ممکن یکان جاش درد میکنن. ولی آرام میکنه بعد یک باره میبنده باباش میبره رحمت کنید. شنیدی سلیم باید همسایه ما خورشید به صدمه دچار شده است. کای امروز سحری نه من رفته یک بینم کودک رو چی میمونیم؟ دلیر نسبش باشد نسب سلیم میشود. یعنی جوره دلیر کودک رو باید با علم و با خواباندنمون در کار با بای شیرین بینم. الله گفته خوابانم الله یای الله شیرینکم الله یای الله یا الله بچه جانم کلان شوی الله یای الله مکتب خانه شوی الله یای الله یا الله
سلام علیکم همسایه. ممکن؟ ممکنه بیا همون در بوی مانش. چی شد با شما؟ همسایه؟ آقا یک صدمه سخت دارد. رجوعی همین احوال دیده است. خیر. بخشش که درست شما رو به دکتر کردم. چی نیست؟ خیر. یکان خدمت باشد خدمت کنیم. همسایه. داشتن خیر جانتون در درد نیست؟ هسته ها کسافت با کدام رید به اینجا آمده؟ چیکار؟ شما کسافت ها از کدام قبر پیدا شده؟ برو از خانه ایمد. برو میگویم. برو از خانه برو. خاله جون من چیکار کردم؟ پسر من همون شب به شما ماشین نداد به صدمه دچار شد. از دوی بد شما. من یکم فکری بد نکردم دوی بد نکردم خدا جان. گم شود اینجا گم شو گفتم کسافت دیگر نبیا به خانه ما به پای قدم شما کسافت ها از کدام دور پیدا شده؟ سعید 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 یانگا یانگا سعید سلیم جان سلیم جان من تو چی شد سلیم جان جز مدرسه شد راه یک برگردم بیان کن سلیم جان التماس نیادم درسان سلیم جان التماس یاری ده سلیم جان سلیم جان دادرم این بیماری سر یعنی که اپلیپسیا نام دارد. بسیار آدمان گرفتار این بیماری می شود. این بیماری در مغز سر آدمیزاد جایگیر است. برای پیشگیری این بیماری دویم تو از موادهای دارویی باید استفاده بری. آدمانی هستند که گرفتار این بیمار شدگی یک عمر دارویی استفاده میبرند. یکی از آرزه های این بیماری همین است که در وقتی در کوچه راه گشتن، در وقتی در لب جای ایستادن، در یکان ساختمان کار کرده بالای بام برآمدن همون خروج بیماری میقپد و آدم از آنجا افتیدنش ممکن. با یکی از آرزه های این بیماری همین است که در تمام عضوهای بدن آدم علل خصوص در مغز سر و دل پهن می شود و آهسته آهسته این بیماری خروج کلان شده بعد به یک بدبختی سخت دچار میکنه. دکتر جان این یگان تابه ندارد. این بیماری اساساً تبعات شونده است وقتی که تمام شرایط گرفتار این بیماری را باید رعایت کردن. یکمش از داروواری موادهای داروواری دائما استفاده بردن، تحت نظارت دکتر بودن و دائما از معاینه دیگر دکترها مثلا دکتر چشم، دکتر دل، دکتر امراض درونه گذشته ایستادن و داروواری که نسبت این کسانی هست یک عمره می باشد. مثلا در 5 سال 10 سال تا چند سالی که عمر آدم هست این دارو استفاده نمی‌کنه. خیلی دارو شما با من نسته میدید؟ من حاضر به شما دارو خط می نویسم. با دارو خط همین داروها همش نشان داده می شود و شما از روی همون نشان دادهایی که در این دارو خط نوشته شده است باید هفته از داروخانه همین دارو را گرفته استعمال کرده استید و تحت نظارت دکتر باشید.
میکنم جناب معذور رحمت. خوب سلامت باشید انشالله خدا شکر. سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا گر لاله سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا آقا سعی میکنه؟ نه سعی ما هم غنیمتیم بیا عزیزی من بیا ما هم غنیمتیم بیا سری چمن بیا قدری جان دلبری میرو وفا بود ما هم غنیمتیم بیا ای جان و تن بیا Здорово, браток. Привет. Как дела? Нормально. Все хорошо? Нормально. Ничего, сегодня вечером посидим? Я сегодня, к сожалению, не смогу. Почему? Моему сыну исполняется 2 года. Дай бог 100 лет. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Может, тоже к нам вы пойдете? Да мне некогда на работу, я на посту. Тогда в следующий раз. В другой раз. Да, такие дела, брат. Служил в Кавказе, были, танкистом был. Хорошо. Да, вот, в Грузии был, в Армении, в Азербайджане были. زودروز زمینه یا؟ آه زودروز زمین پسر جان زودروز مبارک تبریک شه خدا سالش 100 سالش شد رحمت چی؟ گره مرحمت کن مرحمت کن گره رحمت خیلی پسرچه‌مو خودمون رو دراز کنم خیلی هم چخون این کلون شود ولی میخونه نمیشه آدمی کلون میشه نصیب میشه تمام کردی؟ با معلوم نصیب خیلی نه استاتر نه نمیگه روزانه آب خود استاتر اوش های رحمت به مهمانداری تو من کمتر یک جو خوردم میرم میشیشتن حالی میخوردن رحمت نخواه یک با کمک دیگه چی نخواه میشه شلو با هم جو بله میم بولی خیلی حضور رحمت داره اومده سلامت باشه شما سلامت باشه خیلی برادر میشتی با کمک دیگه میشه شلو نصیب خیلی خوب فرزندمون هم کلان شده ایستاده است فکر نکردی که با پدرش درباره‌اش گپ زنیم خبردار کنیم چی؟ این طفل یک پدر دارد آن هم توی این گپت را دویم تکرار نکن با وی هیچ کس در کار نیست
برو بردار ویدیو. در اومده. بش. چی؟ نصیب کرده باشد اینم زمستان به رما میکشه. سلام علیکم. اصلا چشم نه؟ نه درجه دست کرد. وای خوب رفت. رفته سلوانی. سلام. مرحبا. دیر از کار نبود شده. کجا بوده؟ من با رفیقانم شده بودم دم بودم. خب من نباشم برم پیش دریچه. خوب مثلا. برای چی آمده تو؟ با ما یاردم شما لازم نیست. رویتون از اینجا. ینگه جان ما با سلیم در کار. نیست از سلیم. گفتم که نیست. رویتون از اینجا. از کجا یافتم ممکن؟ من نمیدونم. رویتون از اینجا. گفتم که شما کی هستید؟ سلام علیکم. ممکن است یک دقیقه؟ بعد زنگ بزنم نیفتم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلیمش خطی ها؟ بله. این نکی افتن شما دشوار شد. برای چی شما کی هستید؟ من رفیق شعر میشم. شعر دربارتون خیلی سخنهای خوب گفت. روز دیگه ما به شما یاری رساندنیه. با ما یاردم او لازم نیست. اپا جان ما ریجای برادرم رو اجرا کردنیه. ما یگان نیتی بد نداریم. ستاره ابا خونه داره؟ ممکنه در درون ماشین صحبت کنیم. بله. خیلی بعد گذشته صلوات سلیم جان در این دنیا همه خطاگی میکند. میگم که با خدا نزدیک همون آدمی که خطاگی دیگران را بخشیده تواند. میفهمم خوبی تو را یگان پول یا مال جایش رو گرفتن نمیتواند. این برای یگان کس نه. این برای بهبودی دلیرچه. التماس یاردم ما رو قبول کن. من راضی هستم. و به ستاره فهمم کودکی به آینده درخشان حق دارد. من با صحبت میکنم و او رو من راضی میکنم. و شما تشکر زیاد که با ما یاری کرده هستید. خیلی هم ممنون هستم. اینجا مهمانخانه است.
дар он ҷо ҷои хоби далер, инҷо бо як ҷои хоби дигар. ошхонааш дар куҷост? Ошхонааш аз тарафи дасти чап. Ман равам бинам ошхонаашро. Адака инҷо чанд утоқ аст? 3 утоқ, як ошхона дорад. Ман як чизро нафаҳмида. Чиро? Чӣ тавр шер дар муҳаббат шишта ин хонаро ба мо дода тавонист? ин хонаро падари шер ба набераш, яъне далерша тӯҳфа кард. аз ту хоҳиш Ситора инро нафаҳмад. оилаи шер Ситораро сахт ранҷонда буд. маъқул шуд? бале. Ман ҳеҷ бор ин намебиёд ки мо ба хонаи нав кӯчидем. ин хонаро ба мо худо дод. ба худо шукр. اومده دخترم خوش آمدی باز بیتون بخا جان بخا جان بخا تو با ما خیر خوش نمیکنی؟ بخا جان چرا تو با ما خیر خوش نمیکنی؟ تو با این رفتارت ما رو غمگین میکنی. لیلی میرم تو میری من میمونم من با تو وعده میدیم که ما تو رو خبر گرفته میستیم. زود خبر گرفته میستیم. بخا جان ما هیچگاه خوبی های تو رو و مردم این دهه رو فراموش نمیکنیم. میری تو بخا جان من میمونم هیچ خبر من ندارم من میمونم فقط این وقت لیلی نه من چون کنم شما بخا جان ما دیگر چاره نداریم. برای آینده درخشان دلیر جان ما باید به شهر برگردیم. میفهم؟ بخا جان من تو رو ببینم. فقط با تو در تماس باشم. انا یک شلوغ شما از بیا انا آینده انشالله طرفای ما شما هم میبینید. شما منید روی استاده شما
دالیا جون خیلی از خوبه خیلی بدرد زیر شد خیلی دالیا جون بیا قدری جان دلبری بر وفا بود ما هم غنیمتیم بیا ای جان و تن بیا بیا دالیا جان چایت رو نو خدا خیر کردی وقتی خونگیت رو کردی؟ بهتر بده این دالیا رو از درس بکنم من این روز از کار نمیکنم حساب کتاب داره من از کور بر وقت ببرم اینو میگیرم گیر پسرم بود تستم شاید رو درس بکنم سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا گر لاله سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا سری چمن بیا قدری جان دلبری دروی بچه جان پسرم تا اینقدر وقت در کجا بودی؟ من حالا خوشبخت هستم ماشا جان ستورا فرزند تا افتاد نامش دلیل او چند ساله است؟ در صنف یک میخوند در همین مکتب میخوند من یک او رو بینم نه در این مکتب نیست در دیگر مکتب است اما ما میتوانیم با خونه ما رویم شما رو بینیم نه من رفتن نمیتوانم از پدرت نپرسیدم او خاطر میشود پدرم چی خیلی؟ پدرت خوب است او کار کرده گشته است او حالا هم امیدوار است که تو برگشته می‌آیی پسرم من میدونم که تو به مثل پدرت یک رو هستی خواهرم چی خیلی؟ خواهرت خوب است او کلانکک شده است خیر مهلش پسرم من میبینم که تو خوشبخت هستی اکنون من با دل پر میرم بچه جان یک جهان به شما تشکر من میدونم که من به نزد شما قرض فرزندیم رو برگردانده نمیتوانم اما ما باز با میخورم
یک دو بیا اکنون تو کسی رو انتظار هستی؟ نه من حاضر میبینم بیا سلام علیکم. سلام. خیلی من در ماشین انتظار میشم. جان بریم میریم بازی بکنیم دادا اومد کیست؟ او یک دوست اولمون هست. بر من چرا میخوای بگو کرد؟ چون که تو با او محبوب شدی پسر. برای چی آمدی؟ تو با فرزندم رو دیدنی آمدم. تو میدونی که از پشت من چی از پا رو گذاشتم؟ میدونم. من هم راحت نکردم. من هم در عذاب بودم. هر یک لحظه‌ای که در آنجا بودم در فکر تو بودم. ستاره تو حالا هم ما را دوست نداری؟ یعنی که موضوع singular and plural objects. دلر جان سختر سالم چلی؟ آخواد میخوری در خواست شد یا رحمان دادا جان دادا جان دادا جان دینشان برای چی اکرش در خانه اوچم خوب رفت چه خیر من دیدم نرجویا بودم شما ایران نمیدونید که در نزد کودک یک جای خوب میکنید. آخر این به من و دلرچه بگونه نیست گفت؟ ستاره تو یک چیز رو نمیفهمی که کودک است و تصورات ندارد. فهمیش اون رو ندارد. خطا کردم. بخشش. بخشش. الو سالیم با برون برام تو رو انتظار در کجا؟
سلام علیکم. علیکم. نه شما سلیم خودت میدونی وضعیت چقدر شده ایستاده. ما مصلحت کردیم تو در همه خانه میستی ما بر اومده میرویم و جای دیگر میکشیم. شما چی گفتنی هستید؟ سلیم دلت دور نرود. تو ما رو فهم. کدام وقتی که دلیل دیدنی خانه ما بیاد. خانه ما این خانه توست. من با شما وقت سفید خانواده رو تمنا دارم. باش بابا یکمون چولات هست؟ نه ها؟ شد؟ گفتی روسو третий лишний. دلم صدا دارد دلم دوا دارد دلم از دست یار جبر و جفا دارد دلم صدا دارد دلم دوا دارد دلم از دست یار جبر و جفا دارد بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی الو السلام و علیکم السلام. چه خیلی سلام سازی؟ من نقص. تو چه خیلی؟ شما نقص؟ نقص رحمان. سلیم جان ما پگاه میخوایم اویلوی استراحت کنیم. دلیر حتما گفت که تو بیایی. ما پگاه تو رو انتظار میشویم. مایلش. خوب شده است. صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی
دلم از دست این یار جبر و جفا. تو با سالم کار خوب کرده بودی؟ چند بار تلفن دستش رو زنگ زدم نبرداشت. چی با؟ تنجی بود؟ با جای کارش رفتم. همکارانش گفتن که او چند روز است که به کار نمی‌آید. همکارانش هم خواطر است. من پگاه او رو خبر میگیرم. تو میدونی که با تو تمام کشی قطعا من است. میدونم. برای چی با کار نمیبروی؟ کمه به تو بودم. برای چی یک بار زنگ نمیزنی؟ دلیر هر روز از حال تو پرسان میشود. من نمیخوام با شما خبر رسیم. چی؟ تو این خیال نگو. با ما نیز به تو بودن دشوار است. ما تو را از همه بالا میبینیم. از فکر تو دلم خونشار میشود. سلیم جان، التماس خودت را دور نکش. О, Салим, здорово, браток. Кто ты поздравил? Как же? Все нормально? Когда приехал? Недавно. Ну как там, все нормально? Что нового? А что случилось? О, салом, Далер ҷон. Ассалому алейкум. Салом. Ассалом. Овқат мехӯред? Ҳоло не. Далер ҷон, писарам, ман ба ту як гап гӯям. Шеърро ака нагӯй, ӯ ба ту падар мешавад. Не, падари ман Салим аст. Охир ту фаҳм, Далер ҷон, шер падари ту аст. Ситора, кӯдакро ҳузур наде, ҳоло худаш мефаҳмад. Салим, я не люблю говорить. Я тебя пробуждал. Вдруг что ты выбрал. У этой истории есть счастливый конец. Ну, не для тебя? Я хотел, чтобы они стали счастливыми. Ну, теперь что? Конец. Ну, что ты имеешь в виду? Конец означает конец. من یک خواب دیدم. چی خواب دیدی دلر جان؟ پدرم در چکوری هفتید دیگه برآمده نتونید. من دستم رو دراز کردم هیچگاه دستم نرسید. زیغ نشو پسرم، وای فقط خواب است.
И даже не думай. Я пытаюсь. بچه بچه من میخوام پیش پدرم برم. چی؟ من میخوام پیش پدرم بابا خوب است. بیا خوب روی تا به نه من بیا بچه جان خوب روی. بیا خوب روی. با کجا میروی پیشترم؟ با پیش پدرم. بیا خوب کن فقط سهر میروی بیا. رفتیم با ماشین. برای چی امروز من اینجا پسرم را اجرا نکردم؟ خواطر نشو میوبه وای دور نرفته است.
دادا جان با شما چه شد؟ دادا جان احتمال من دیگه نمیرم احتمال دادا جان احتمال سلیم نیرو برای چی آخرش قدر بیرحمانه؟ سلیم دو شخص رو خوشبخت کرد، آزادی داد، خودش رو قربان کرد. راست. مؤلفش کی؟ مخشوده بی؟ راست.